چیمون؟ بارزایی؟ آقا کیومرث هم هست؟ آقا کیومرث بیاد. Ich kann Azeri sprechen, ich kann ein bisschen Persisch, ja, und ein bisschen Deutsch. Aber Azeri ist besser für mich. Ja, das ist meine Muttersprache. آقا کیومرث، بین وظایفی که انجام میدادی و انجام دادی تا حالا کدومش بیشتر از همه باب میلت بوده؟ حالا عرض کنم خدمتتون، من هر کاری اینجا انجام دادم اینو جدی دارم میگم. خب با کمال میل بوده و یک روزم تو این چندین سال که من اینجا هستم نشده من بیام سر کار بی میل بیام سر کار، هیچ وقت. چون واقعا اینجا همکارا واقعا اینو از ته دلم دارم میگم، همه نسبت به من لطف داشتن، همه تک تک پرسنل اینجا و حتی میتونم بگم تک تک بچه‌های اینجا که این همه اومدن رفتن، من اینو اینجوری حس میکنم بعد 15 سال مثلا یه شاگردی میبینه 15 سال رفته آلمان، 10 سال رفته آلمان، برمیگرده منو بغل میکنه، آقا کیومرث سلام. من این بهم قدرت میده، این به من نیرو میده، این به من حس خوبی میده که من چیکار کردم که این یه شاگرد که رفته اونجا موفق شده، یه مهندس شده، یه پزشک شده، برمیگرده منو بغل میکنه، بوسم میکنه، میگه آقا کیومرث سلام. یا تو خیابون مثلا میبینه ترمز میکنه، آقا کیومرث سلام. اینایی که ترمز میکنن، بوس میکنن، همه شاگردای آقای اون موقع هستن. فقط جهت فرق نمیکنه. فرق نمیکنه.